با سلام. توی این ویدیو میخوایم نحوه آماده سازی یووی برجسته توی محصول کارت ویزیت لمینت برجسته رو خدمتتون به صورت خیلی کوتاه و سریع آموزش بدیم. بعد از اینکه طراحی کارت ویزیتتون کامل شد باید قسمت هایی رو مشخص بکنید که مد نظر هست که به صورت برجسته و یووی توی کارت مشخص باشه. این قسمت ها میتونه لوگو، نوشته یا طرحهایی که توی بک‌گراند کارت ویزیت هست انتخاب بشه. به این منظور باید لایه عنصر مد نظر توی طرح رو انتخاب بکنید و از طریق رنگ مشکی اون رو به صورت یک طرح یا یک لایه تک رنگ مشکی تبدیل بکنید. برای این کار میتونید گزینه بعد از اینکه رنگ پالت رو به صورت مشکی در آوردین با نگه داشتن کلید آلت و شیفت و نهایتا دیلیت لوگوتون یا نوشتهتون یا حالا هر قسمتی که مد نظرتون هست رو به صورت یک فایل تک رنگ مشکی انتخاب بکنید. من میخوام آدرس سایت هم برجسته بشه، اون لایه رو هم انتخاب میکنم و از همون طریق کلیدهای آلت، شیفت و دیلیت اون رو هم به رنگ مشکی تبدیل میکنم. در پایان کار عناصر اضافه طرح رو که حالا شامل بک‌گراند، نوشته ها یا شماره یا هر چیزی غیر از اون قسمت هایی که مد نظرتون هست که قراره به صورت یووی برجسته بشه باید از طرح حذف بکنید. یعنی من میام توی طرحم بک‌گراند رو حذفش میکنم در نهایت یک فایل به این صورت برای شما میمونه. به هیچ عنوان عناصر داخل نباید تکون بخوره. دقیقاً این رو باید روی فایل اصلی کارت ویزیت بعد از اینکه طراحیتون به صورت کامل نهایی شد ادیت بکنید، چون ممکنه مثلا شما اول بیاد یووی رو آماده بکنید بعد حالا یه اصلاحاتی رو انجام بدید رو طرح و بعد موقعی که این یووی روی طرح افتاد منطبق نباشه. بعد از اینکه طراحی آماده شد فایل یووی رو به این صورت تک رنگ تبدیلش میکنید و نهایتا یک خروجی JPG هم از همین طرحتون تهیه میکنید و این فایل رو به همراه فایل اصلی چاپی ارسال میکنید. نهایتا میخوام خدمتتون این رو هم بگم که به چه صورت این باید چک بکنید که یووی بر روی فایل اصلی دقیقاً منطبق باشه. من این رو برمیگردونم به حالت قبل از ادیت. یک خروجی هم از این فایل میگیرم. حالا فایل یوویم رو وقتی باز بکنم این یک فایل یووی هست، این هم فایل چاپی هستش. زمانی که این رو درگ بکنید و روی فایل اصلیتون منطبق بکنید و اوپاسیتی طرح رویی رو کم بکنید مشاهده میکنید که دقیقاً این قسمت مشکی روی قسمت مد نظر حالا با تکون دادن طرح رویی این رو میتونید ببینید که دقیقاً منطبق هست و نهایتاً فایل چاپی به اضافه فایل یووی برجسته رو داخل وبسایت آپلود میکنید. مد نظر داشته باشید چند تا نکته رو. قسمت های از طرح که توی کناره های کار هستش، توی لبه های گوشه کار توی فضای نیم سانتی متری هستش، اینها را حدالامکان یووی نکنید چون ممکنه بعد از دایکات و قالب زنی این یووی ها بریزه و این قسمت ها تمیز و یک دست در نیاد. نوشته های خیلی ریز کمتر از پونت 10 یعنی فونت هایی که کمتر از سایزشون کمتر از 10 هست رو به عنوان یووی انتخاب نکنید چون ممکنه چون یووی اونقدر دقت و ظرافت نداره ممکنه دقیق در نیاد و نتیجه کار مطلوب نشه. فایل یووی فقط و فقط باید به صورت تک رنگ مشکی باشه، یعنی اینکه
سایه روشن داخل طرح به هیچ عنوان نداشته باشین. به عنوان مثال مثلا این قسمت لوگوی فارس چاپ نباید حالت سایه روشنی پیدا بکنه مثل این توی یووی قابل اجرا نیست. حتما اون رو باید به صورت یک تمپلات تک رنگ به این صورت ارائه بکنید، رنگ خاکستری نباشه، فقط و فقط مثل همین نمونه‌ای که دارید مشاهده میکنید رنگ مشکی تک رنگ تهیه و همراه با فایل چاپی آپلود بشه.